سوپر بچه ها. با مهر، با محبت، با عشق، با صداقت، سوپر بچه ها با شما مهربان زاکری هستم و استقبال میگیرم دخترکی پر انرژی، رقاص و باوری دارم که شما رو به حیرت میگذارد. از شهر دوشنبه، زیبونیسا اسماعیلووا استقبال میگیرم. مرحبا زیبونیسا. به به چقدر کرتای زیبا. تبسمش رو بینید، اینقدر زیبا شده آمده از زیبونیسای عزیز دیده ایمان. مرحمت نشینید. خوش آمدید. از دیدارتان بسیار شاد هستیم. بسیار شاد هستیم. نام شما رو کی گذاشته است؟ نه، مرا بیبی هم گذاشتند. زیبونیسا. بعد با شما گفتن که زیبونیسا یک شاعره هست. بله. شما از این شاعره ما شعر میدونید؟ دختری شاهم ولیکن ری به فقر آوردم. زیبو زینت بس همین است، نامی من زیبونیسا. به به به. خب رقص، مهر و محبتی این شغل به شما چه خیلی پیدا شد؟ به شما کی آموخته است؟ من از خردیم خیلی میخواستم رقص کنم، بعد یگان انسمبل رفته رقص کنم و مادرم مرا به انسمبل شکوفای پایتخت که در مرکز کودکان نرسان شهر دوشنبه جایگیر است برای آنجا بردن. من وقتی که آنجا رفتم مرا معلمه اولینم ایمان برجه و دلبر قبول نمودند و طول 3 سال من رقص را از آن کس آموختم و همزمان من این حرکت ها را رقص را باشد از معلمانم فتولای و میسخال و کبیروف خجکلان آموخته ایستادم. بهتر این استادان چقدر زحمت کشیدن. آفرین. میدونید رقص این ورزش است، یعنی حرکت است. هر کسی که رقص میکند این یعنی که معنی آن رو دارد که باید سالم است، بردم است، زیبا است و شما واقعا هم خیلی زیبا هستید. خب بعد یک رقص شما رو تماشا میکنیم. قدر حرکت های جذاب. وقتی که میانتون رو خم میکنید میانتون درد نمیکنه؟ یا استخوان نیست؟ من عادت کردم. عادت کردید؟ از خردی همه حرکت رو میکردید؟ بله. آفرین. خب من به شما میگم که یک تا حرکتش رو نشون دید. من مثال شما باید همه رقص رو دیده باشید. رقص هندی. نمسته. آفرین. رقص خیتایی. یکان حرکتش کنید. انا چی لازم است؟ شامل دیگ لازم. عجیب. خب رقص خطلانی. خورازمی. خورازمی. نجمونه. سوخدی.
بدخشانی مخصوص عنصری که در بدخشان است در رقص بدخشان من حرکت دسته ها آفرین بله زور حرکت لباسهای شما رو کی آماده میکند؟ لباسهای مرا از طرف مرکز کودکان نوروزستان شهری دوزنده ما آزاده سنگین و آماده می نماید. بهترین مادرتان هم یگان خیلی نقشه‌اش این خیلی باشد نقشه‌اش یاردم می‌دهید؟ بله. و مادرتان هم کمک می‌رسونید در کارهای خانه؟ بله. مثال خوراک پخته می‌توانید شما؟ سالاد کرده می‌توانم. بهترین خورش‌ها رو دوست می‌دارید تیار کردنش را. آفرین باز به چی شوق دارید بغیر از رقص؟ من درس‌های مکتبیم را نقض می‌خوانم با آزمون المپیاد اشتراک می‌کنم و اما حیات من رقص است. رقص همه همسایه‌های شما میگن زبونیسو هی تو رقص کن در صنف هم رقص کرده میسته؟ بله. در همان خبرها خوانده بودم که شما رو محترم رستم مولی دستگیری کردن برای به فستیوال‌های بین‌المللی رفتنتون نمی‌تونید؟ بله مرا محترم رستم مولی و سرایوسط معارف شهر دوشنبه دستگیری نمودند. آفرین زیبا و دومین رقص رو پیشنهاد تماشابینان میگردانیم زیبونیسا راضی باشید. خب رقص نوبتی چی نام دارد؟ خطوانی. زیبونیسا شما در بسیار آزمون‌های بین‌المللی رقص بودید. در کجاها بودید؟ مرحمت تاثیرات خود رو میگفتید. من باری آخرین در شهر تاشکند بودم. پیش از این من در شهر مسکو و در شهر سمرقند هم بودم. و شما مقلومه؟
بله آنجا به من خیلی پسند آمد. نترسیدید در وقتی برآمد؟ کمتر هیجان بود اما من خودم را به دست گرفتم و گفتم میتوانم. حکمان چی گفتند بعدم به مهارت و استعداد شما؟ حکمان خیلی به حیرت افتادند و به من احسن گفتند، با من صحبت کردند و من را باز به اسپانیا دعوت کردند. در چهاربینی های با شکوه در آنجا هم همه رو به حیرت میگذارید، با دستاوردهای زیاد میارید. بله دوستان عزیز، زیبونیسا رو بشناسید، نفری که چقدر شاه جایزه ها و چقدر جایزه های یکم رو برای تاجیکستان محض با رقص های تاجیکانه به دست آوردند و ما افتخار میکنیم با این دخترکی زیبا. کوکلونتون رو یک بار نشون دهید. کوکلوی بسیار درازی غفص دوران قدر مستحکم. همسنیفانتون از کوکلونتون نمیکشد؟ میترسند از شما؟ بسیار جهلدار است دخترکی. سردار صنیف هستم. سردار صنیفه؟ بسیار فعال بوده. در روزنامه‌تون 2-3 هم داره؟ من با بهای اعلا میخوانم در مکتب و سال آینده مرا به استیپندی و پیشنهاد کردن. اسپندی پرزیدنتی بهترین. در آینده چی نقشه ها دارید؟ من در آینده میخواهم به مثل زیبا امینزاده، خیرنسا وطن و فتوله و مسقال و دیگر استادان رقصی که در جمهوری تاجیکستان مشهور شدند و پرچم ما را بلند برداشتم و میخواهم به مثل آنها شوم. براو. انسامبل خودتون رو؟ بله و انسامبل خودم را کشایم. آفرین. احسن زیبانیسا برای اشتراکتان عرض سپاس میکنیم. تشکر زیاد با پدر جانتان، با مادر جانتان، با همه آنهایی که استادانتان هستند و شما رو دستگیری میکنند عرض سپاس میگیم. و ما از نام سرپرستی برنامه ما نوری زلال برای شما تحفه داریم. این بعد تقدیم نماییم شربت های خوش‌طعم و خوش لذتی نوری زلال را. باوری دارم که به شما پسند میآید. البته با اهل عائله از نوری زلال باز هم راحت میبرید. تشکر زیاد برای اشتراکتان. در آینده باز هم برای موفقیت ها نصیبتان باشد. سوپر بچه ها